فاطمه دختر عثمان غازی، بنیانگذار امپراتوری عثمانی، یک شخصیت کلیدی در تاریخ این امپراتوری و تاثیرگذار بر تحولات اجتماعی و سیاسی آن زمان بود. او در اواخر قرن 13 و اوایل قرن 14 میلادی به دنیا آمد. در دورانی که پدرش در حال شکل دهی به یکی از بزرگترین امپراتوری های تاریخ بود. عثمان غازی با فتح سرزمین‌های جدید و تقویت روابط با قبایل ترک پایه‌های امپراتوری عثمانی را بنا نهاد و به سرعت قدرت را در دستان خود متمرکز کرد. این دوران نه تنها دوران قدرتگیری عثمانی‌ها بلکه دوران تغییرات اجتماعی عمیق نیز بود که در ادامه دوران طفولیت و تربیت فاطمه، ازدواج و روابط سیاسیش، تاثیرات فرهنگی اجتماعی، میراث و تاریخ آن می‌پردازیم. از شما دوستان عزیز خواهشمندیم تا برای دیدن ویدیوهای بیشتر و مستفید شدن از ویدیوهای جدید در عصر و سابسکرایب نمایید. دوران طفولیت و تربیت. فاطمه در محیط پر از تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بزرگ شد. به عنوان دختر یک رهبر قدرتمند او از جوانی تحت آموزش‌های خاص قرار گرفت که شامل مطالعه قرآن کریم، زبان عربی، تاریخ اسلام و مهارت‌های اجتماعی بود. این آموزش‌ها به او کمک کرد تا نه تنها از نظر علمی و فرهنگی رشد کند بلکه به عنوان یک زن تاثیرگذار در جامعه خود شناخته شود. زندگی خانوادگی او شامل تعاملات نزدیک با دیگر زنان از خانواده‌های مهم و قدرتمند بود. این روابط اجتماعی به فاطمه این امکان را میداد که از تجربیات دیگر زنان در جامعه بهره برداری کند و از آنها بیاموزد. در این دوران زنان نقش‌های اجتماعی و اقتصادی مهم ایفا می‌کردند و در فعالیت‌های اقتصادی، خانواده و تربیت فرزندان سهم بسزایی داشتند. به همین دلیل فاطمه به عنوان یک زن از خانواده سلطنتی می توانست به ایجاد و حفظ این ساختارهای اجتماعی کمک کند. ازدواج و روابط سیاسی. ازدواج فاطمه احتمالاً به عنوان یک اقدام استراتژیکی برای تقویت روابط سیاسی و اقتصادی صورت گرفته است. در خانواده‌های سلطنتی ازدواج‌ها به عنوان ابزاری برای ایجاد اتحادهای سیاسی و تقویت نفوذ در بین قبایل و سرزمین‌های همسایه به شمار می‌رفت. اگرچه اطلاعات دقیقی درباره همسر فاطمه و جزئیات زندگی زناشویی او وجود ندارد، اما می‌توان فرض کرد که او به مردی از خانواده مهم و قدرتمند ازدواج کرده است که بتواند به تثبیت قدرت خانواده عثمانی کمک کند. ازدواج او نه تنها به تقویت روابط خانوادگی بلکه به تحکیم پایه‌های امپراتوری عثمانی نیز کمک می‌کرد. این نوع ازدواج‌ها می‌تواند به عنوان راهی برای به دست آوردن حمایت قبایل و سرزمین‌های همسایه عمل کند و در نتیجه تاثیرات عمیق‌تری بر روی قدرت و نفوذ خانواده عثمانی داشته باشد. تاثیرات فرهنگی و اجتماعی. فاطمه می تواند به عنوان نمادی از زنان در تاریخ عثمانی مطرح شود که نقش‌های مختلفی را در زندگی اجتماعی و سیاسی ایفا کرد. زنان در تاریخ عثمانی معمولاً به عنوان نگهبانان ارزش‌ها و سنت‌ها شناخته می شدند و فاطمه به عنوان یک زن از خانواده سلطنتی می توانست این نقش را به خوبی ایفا کند. زندگی و فعالیت‌های او می تواند به عنوان یک نمونه از تلاش زنان برای حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی در دوره‌های مختلف تاریخ عثمانی تلقی شود. علاوه بر این فاطمه احتمالاً در فعالیت‌های خیرخواهانه و اجتماعی نیز مشارکت داشته است. زنان در جامعه عثمانی معمولاً در فعالیت‌های خیریه و کمک به نیازمندان نقش داشتند و این موضوع می تواند تاثیرات مثبت بر روی جامعه و تقویت روابط اجتماعی داشته باشد. میراث و تاثیر تاریخی. اگرچه نام فاطمه کمتر در منابع تاریخی ذکر شده است، اما تاثیرات او بر روی جامعه خود میتواند به صورت غیر مستقیم در تحولات تاریخی آن زمان مشهود باشد. او نماینده از زنانی است که به خوبی میدانستند چگونه در پس پرده تحولات سیاسی و اجتماعی تاثیرگذار باشند. نقش او به عنوان یک زن از خانواده سلطنتی می تواند به عنوان مدلی از فعالیت‌های زنان در تاریخ عثمانی به شمار آید و نشان دهد که زنان نیز می توانند در شکلگیری و تاریخ سیاست نقش مهمی ایفا کنند. زندگی و تاثیر فاطمه در تاریخ عثمانی نمایانگر جایگاه زنان در تحولات اجتماعی و سیاسی است و می تواند ما را به سمت درک بهتری از نقش آنها در تاریخ سوق دهد. این مطالعه می تواند به ما کمک کند تا توجه بیشتر به داستان‌های ناگفته و تاثیرگذار زنان در تاریخ بشر داشته باشیم و از آنها به عنوان نمونه‌های الهام بخش برای نسل‌های آینده
یاد کنیم. فاطمه دختر عثمان غازی نه تنها به عنوان یک شخصیت تاریخی مهم بلکه به عنوان نماد از تاثیر زنان در شکلگیری تاریخ و سیاست در دوران خود به شمار می آید. زندگی او نشان می دهد که چگونه زنان می توانند در فرآیندهای اجتماعی سیاسی تاثیرگذار باشند و نقش آنها را در تاریخ باید جدی گرفت و به همین دلیل بررسی تاریخ او و دیگر زنان هم عصرش می تواند به ما در درک بهتری از ساختارهای اجتماعی و سیاسی آن دوران کمک کند. در نهایت میراث فاطمه به ما یادآوری می کند که تاریخ باید به طور جامع‌تری روایت شود و اهمیت نقش زنان در آن نباید نادیده گرفته شود. برای ویدیوهای بیشتر لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعدی، الله نگهدار.